سلام و خوش اومدیم به قسمت 8 پادکست رپ باز. من روژین کاردان هستم و من محمد مرتضوی هستم. صدای ما رو از استودیو رپ باز میشنوید. رپ باز یعنی اولین و تنها پادکست اختصاصی دنیای رپ فارسی از رسانه رپ فارسی. بیا بالا فار. خب چطورین؟ چه خبر؟ با حال و هوای عید چه کار میکنین؟ لباس نوهاتون رو خریدین؟ عمو نوروز و حاجی فیروز تو راهن. خب دیگه بریم سر اصل مطلب که تو این 1-2 هفته کلی آهنگ جدید و اخبار هیجان انگیز داشتیم توی رپ فارسی. اولین و بزرگترینش که آلبوم اووردوز 2 بود که بالاخره منتشر شد و فکر میکنم هوادارا رو راضی کرد. ما هم یک کم جلوتر توی همین قسمت مفصل راجبش صحبت میکنیم. طبق روال این چند سال اخیر به آخر سال که نزدیک میشیم آهنگ جدید هم زیادتر عرضه میشه و کلا سال رو بچه‌ها قوی‌تر تموم میکنن. تو این شلوغی مارکت کمک کنیم کارهای مشتی که اسپانسر کله گنده ندارن بهتر و بیشتر شنیده بشن. به طور مثال بامداد آهنگی منتشر کرده به اسم توتی با آهنگسازی ماهور و تنظیم فرشاد. هر سه تاشون از مورد علاقه های شخص من هستن. حرف بزن پشت من حرف بزن بی نصیبی چاقال پد که من نبینم تو ترکی توتی گوشه من بیته تا پته تو از دنوی پوسی تخ کردی جوجات لافاز تیرن بالا شهر و فقط شهر و سر بالا میرن. اینا کیانه که بگه اینا کیانه اینا کیانه که بگه چرا اونجای شهر برقا نمیرن. کلنگم تو ستون اختلاف مادی آدم عادی رپ فارسی که این حس جاریه تو اتصال خاصی که کلمه با کلمه همو میکنن کاردی. صدای جوونه که تصمیم گرفت رگ نزنه رنگ بزنه ترمیم بشه سال آخرش اینه که خودش یادش رفت حالا میخواد با همتون درگیر بشه. چاقال اسم پلاک میاد دهنو بشور تو سگه اینجا نیستی قدر محلو بدون میرینم با آقا بالا سرت بری خونه کل مداداتو مشقاتو بکنی تو کونت تخت دست افتادی به هیپ هاپ مملکت نمیفروشی جر نده کمی حرف از سم بزن صدای نکرد سوگلی شهرمه من ریدم تو این شهر کل 22 تا منطقه جهله بیت توجیه تین منم اینترتینر حقیقت تین پولم شیر میکنی توی رپ کنی پس منم کرکر مگه داریم برادر از این گلتر دنیا رو چپش خواب این شلتری رپ کنی بگیره پرده گوش بگاد من کله گنده کسخلتر ها صبح شب رپ تنبلی چرت بر روز به روز پس به پیش نیش به خنده از پوچی این بمبست. من درد کرده کوهم مردش نیستم اگه ول کنم تو عددا رو بردی چی آوردی ها خریدی باشون گوسفند کل اعتبارت یه عدد چاقال یه غلط هدفت رپ و بلدی چاقال ولی هیپ هاپ تو خونت نی حقت پولت یه چیزی که باید برسی اینجا عرق چاقال که اونم چونش نی لاتی میای ولی وقت عمل که زورش نی لب و دهن باشه چاقال تو خفن حقیقت این سوراخ ولی جلو چش کورت نی تو بری تو کفن تو واقعی بودنت مثل مأمور شریف تو پشت شهرتتون با تون شانس گره همین فرقش اینه تو شغل تو گو خوری تو برج دافت نسخ سکس بود با پول ندید الانم مردی باریش ولی چاقالی باتنن تو فروشی جنده با پول نوچاتم راه میدن ماشیناتم راه میدن دافاتم به گاه میدن گرد میکنه منم به چپم راه میرم تو شهری گنده به سلا کلام پر تو خیابون باروت هوا من به سر شهر دونم خشن و بی ترحم تخت داری شعر ندو چاقال بیا شر کن نبینم تو ترکی توتی دنبال زبال قوطی یا چاقال روتین. هفته گذشته تولد پرند و آوا رو داشتیم. پرند و آوا متولد سال 1000 ولش کن حالا دیگه. خیلی خوب. از همینجا به خودشون و طرفدارشون تبریک میگیم. چند وقت پیش یه سری از رسانه‌های زرد هیپ هاپی مدعی شده بودن که گروه اپیکور رکورد سریع‌ترین آهنگ رپ در جهان رو شکست. زردن دیگه کارشون نمیشه کرد. خوشبختانه گروه اپیکور رسما اعلام کردن که این خبر صحت نداره. یعنی خب سعی کردن فست رپ بکنن و کردن اما رکوردی جابجا یا ثبت نشده. یه توضیح کوچیک بدم در مورد فست رپ و رکوردهایی که ثبت میشه توی دنیا. سرعت رپ از تعداد کلماتی که در ثانیه بیان میشه محاسبه میشه
اول از همه اما کلمات باید مفهوم باشه، یعنی شما نمیتونی یه صدایی در بیاری بگی من الان 97 تا کلمه در ثانیه گفتم. الکی. بذارید نحوه شمارش رو با مثال توضیح بدم. امینم توی آهنگ رپ گاد که مدت زمان آهنگ 6 دقیقه و 4 ثانیه هست 1560 کلمه رو ادا میکنه، یعنی به طور میانگین در هر ثانیه 4.28 کلمه رو اسپید میکنه. این خودش به اندازه کافی فوق‌العاده هست، اما از اون وحشی‌تر 15 ثانیه از این آهنگه که توش 97 کلمه رو ادا میکنه، یعنی به طور میانگین 6.46 کلمه در ثانیه. در یک کلمه رپ گاد. علاوه بر آلبوم اووردوز 2 که هم خلسه هم عرفان توش ترک داشتن، هر دوی این رپرها توی هفته گذشته سینگل ترک هم منتشر کردن. خلسه آهنگ مدل من همراه با سیاوش راد. مدل خودم و من دارم اصولم، مدل دورم انگاه باک بسولم، چاقاله چرا انگاه داره خصومم، میمونه زخم و یه راه هم رسولم. عرفان هم آهنگ حال من خوبه با همراهی سوگند. البته همراهی که نه، بیشتر زیر صدا بود. حال من خوبه، خوشحالی ناراحتی هر که دست خودش. آره هر وضعیتی بهتره. نکته جالب این کار آرت ورک یا کاور فوتو این آهنگه که یه نقاشی از علی ثابت هست. علی ثابت یه آرتیست ایرانی الاصل در آمریکاست. 10 سالگی به آمریکا مهاجرت کرده و بعد از سپری کردن دانشگاه رو به هنر نقاشی میاره. کارهای علی ثابت در دنیا منحصر به فرد هستن. میتونین کاراشو توی اینستاگرامش ببینید. آیدیش هم ثابت هست SABET. مگه دعوا کار من بوده تو که هر چیز خوب داری مال من بوده. حال من خوبه، مال مشروبه، گاهی یاری گاهی بد خوبه، جای خالی جای وقت بوده. آره انگار قفل شدم سر جای قبل، یه قدم میرم جلو یه قدم عقب، یه هفتست میرم تا صبح یه سر شب، یه سر میدم قول یه ذره عوض میشم، بعد 2 قلوب سری قولو پس میدم، بعد 2 تا پک سری و بعد میشم تا که بیان 2 تا چخ سریعت و رد میشم، نمیشم درست مریضیام از ریشم. گفتم منو هول نده، این بحثای علکی با من قد بده، من عشق میخوام ولی با تو جنگ قدرته، فرصت خالی کردن عقدته. حال من خوبه. یه عکس توی فضای مجازی پخش شده از ملاقات شایع و لیتو که امیدواریم نوید یه همکاری و یه آهنگ 2 نفره رو برای هوادارا داشته باشه. آهنگ مگس از بن رو گوش دادین؟ الان وقتشه. بسلی به چی دل بستی به چی، این دفعه دیگه شدی تسلیم کی، هیچی و هستی به هیچ، با این بودنت هستی که چی، نسخت و پیچید شهرت، میگی دیگه کی می جنگه، رویا باف اینجا قهرمان نمیشه، رویا بافی کاری شیرین، عقل صبر ترس تو قالب امید، جهلش تو باه سابقه شدید، تکرارش کرد به وهم تفاوت، فهم سم خورده باطله و گیج، جب تو لباس تعامله، صبر مرز با تعادله، صبرم و ترس به اسم امید، ببین چی معنی چپاوله، دلیل آغازو نمیدونیم، قصه رازو نمیدونیم، فراموشی قدرم سازو نمیدونیم، به همون اسم غریبه میدادن، هرچی دلیل فریبه میدادن، تو ترازو فرازو داشتن و به ماها هرچی نشیبه میدادن، مجاز ما خود ممنوعیت، اگه به خاطرش ممنونی بده، رفیقم این سرخم کردن و صرف فعل محدودیت، جلوی سیلابمون سب کشیدن، روی محبتم که تار شد، سازه های دروغی ساختن، کنار سیلابی که مهار شد، موند مثل خون تو رگ مثل جون، تو تن قصه خوندیم رو لب دل خون، گفت شبیه سگ شب همیشه شب، گرد دری که بست است برام دری شکست، موند مثل خون تو رگ مثل جون، تو تن قصه خوندیم رو لب دل خون، گفت شبیه سگ شب همیشه شب، گرد دری که بست است برام دری شکست است، مثل خون تو رگ مثل جون، تو تن قصه خوندیم رو لب دل خون، گفت شبیه سگ شب همیشه شب، گرد دری که بست است برام دری شکست، موند مثل خون تو رگ مثل جون، تو تن قصه خوندیم رو لب دل خون، گفت شبیه سگ شب همیشه شب، گرد دری که بست است برام دری شکست است، موند مثل خون تو رگ مثل جون، تو تن قصه خوندیم رو لب دل خون، گفت شبیه سگ شب همیشه شب، گرد دری که بست است برام دری شکست است.
شرح حال ما نالیدن، شرح حال مگس بس فرقش چیه آقا؟ دست به کار با پاشیدن سم که جای نفس خس شرحش میده کی ماشه رو میچکونه و کی میره بالا. افول تو ببین و بگو که گیره حالا. رسانه یه هدفدار سند داریه، یه بیشرفیه که کارش سند سازیه. یه سوال تهش کی این وسط راضیه؟ میدونم و میدونی اینا همش بازیه. افکار عمومی گیره دستای خصوصی، زیر سر کی قتلای گروهی، سرمایه کلونی میگه مهم نی دردای فلونی. اما بوی خون که نمیده دستات، صابونت چیه سرکا؟ منفورای متعفنی که بوی خوب میدن و خوب حرف میزنن بده. مظلومایی که همیشه پذیرش ظلمو دارن و فقط جون میکنن بده. 10 خط پر خطی 10 خط پر از شعر بد، ولی هر سطر کلمه ها جون میکندن تا بگن چیزایی که حبسن توی قلبم. چشما رو باید بست، با این آب نباید شست. من پیر سرگردون شهرم، ضمیر ناخودآگاه، مسیر ناکجا باد. آدم ها از زیر خار و خاشاک، پدیده ها گناه ها، دزدای دریایی که شدن شبیه ناخداها. چه اسم مناسبی موند مثل خون تو رگ، مثل جون تو تن قصه خوندیم رو لب دل خون. گفت شبیه سگ شب همیشه شب کرد دری که بست از برام دری شکست. موند تو رگ مثل جون تو تن قصه خوندیم رو لب دل خون. گفت شبیه سگ شب همیشه شب کرد دری که بست از برام دری شکست است. خبر آمد خبری در راه است. آلبوم ستاره بازی از لیتو، جی جی و سیجل از قرار معلوم تابستون سال 97 به دستمون میرسه. این 3 نفر گروهی تشکیل دادن به اسم جی لی سیج یا جی و لیو سیج که ستاره بازی اولین آلبومشون خواهد بود و اولین سینگل ترکش هم به زودی میاد. اگر موافق هستید یه وایس گوش بدیم از یکی از شنونده های رپ باز که برامون از رپ و رپر خوب میگه. از نظر من رپر خوب و رپری که بتونه موندگار باشه توی عرصه رپ فارسی، رپری که علاوه بر صدا، فلو و تکست خوب که از لازمه‌های رپ کردن مثلا باید وجود داشته باشه، خلاقیت و نوآوری رو توی کاراش داشته باشه. حالا نوآوری میتونه توی بیت سازی، توی فلو یا انتخاب موضوع، هر چیزی باشه. ما از پاپ فرار کردیم به سمت رپ اومدیم چون نمیخواستیم فقط راجع به یک موضوع اونم عشق عاشقی صحبت بشه. حالا رپ هم اگه بخواد فقط اعتراض بکنه به مسائل سیاسی اجتماعی، با اینکه موضوع قابل احترامیه، اما بازم تک‌بعدی میشه و بعد از یک مدت ارزش خودش رو از دست میده. حالا میتونیم اینو ما توی اشتباه خوب از بهرام ببینیم که واقعا اثر ماندگاریه، یا توی بزرگ از مهراد هیدن و سامان ویلسون توی آلبوم بزرگ که واقعا عالیه و اثر سازندگی داره اصلا. و حالا این نوآوری میتونه توی فلو هم باشه. مثلا توی نسل بعد از موهر ما میبینیم که فلوها چقدر قشنگ تغییر میکنه و تقریبا تو ایران نوآوری حساب میشه، وگرنه تو آمریکا تکنوهای نو امینم خیلی وقته که دارن این کارا رو انجام میدن. پس رپر خوب رپریه که به نظر من توی هر بخش از کاراش بتونه نوآوری داشته باشه و چیز جدیدی خلق بکنه. آهنگ مهمون منی از تهم رو گوش دادین؟ الان وقتشه. چشامو بستم شدم خیره سواز کردم سپر سینه سرراست، مزاجم میده سرما گنجم دفن زیر برفا، کلاسم فرق داره میام مبصر میده بپا، ریشه قوی برگا افشون میده افران نباشد هیله در کارم. لبایم چونان راسگویی از هیل سباهم، در سرم هم سباهم هرچم مشکی بتم باشد، همینم میمونم تا از دنیا دیده بردارم. مهمون منی همشو مهمون منی همشو مهمونم باش به صرف گوهر، از اندیشه گیلاسی بچینیم سلامتی هنر، مهمونم باش به تبادل نظر که انگاه حق نبا تو نمر، بدیم جا حرف و صبح عمل، وگرنه هر دو درنده ایم که میگیم جنگ و برنده ایم، ولی یه بحث برعکسه ایم، میتونی مرد و برنده شی، 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 میتونی مرد و برنده شی. مهمونم باش به صرف ساخت جای کینه هر بار، مهمونم
من باش به صرف جای تیر خلاص جای ممونه منی همیشه ممونه منی همشو 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 ممونه منی بسیار با مرامی باش همیشه حاضر جای دشمن ستاینده یا رفیق حاسد میمان نابست خوش آید که مهمان بشوی کندت گرم چنان که خواهی زمین خانه نری. آلبوم کوتاه دهک از تن به ده هم منتشر شده، میتونی یه سری به تلگرامشون بزنید. جا داره تشکر کنم از همه کسایی که به فراخوان من برای کاور کردن آهنگ استیل دری لبیک گفتن و کاورها رو برای من فرستادن. به مرور زمان در قسمت‌های مختلف پخش میکنم مطمئناً کاراتونو و الان هم ازتون دعوت میکنم به اولیش گوش کنید. چاکس. هنوز تو ضبط ماشینم هایده میخونه یه چیزایی هست که فقط آینه نمیدونه قضیه فرق کرده یکم با قبلنا حرفامو دیگه نمیگم با کفتر و جنگ تا بهش راه سختیه ولی میریم مشکل خیلی وقته که قدیمی دیدیم ما خیلی چیزای جالب و بعد البته عادی شده این چیزا پر دور من یه دیوار شده فکرت تکه بهش بده که این بار میگه بهت که حرفی واسه گفتن من دارم تا وقتی که زندم حتی وقتی مردم تو خالی بندی مثل سگ منم گوشامو بستم دروغ مال توه بهش تو حقیقت تو از من پس میخونم که صدام رفتنی نیست هرچه دیگه روی بوم خونه کفتنی نیست. آهنگ جدید تیک تاک رو گوش دادید؟ الان وقتشه. یه روزی میگفت منو داره به کل دنیاش میگفت با منم اتاقه خود رویا بود روزامونه میگفتم هیچیمون نمیشه پیش خودم ولی دیگه خوردم از اینش مشکل منم اینه که با تو هر جوریم باشم قدم همیشه چون دیگه نمیبینه منو دیگه نمیبینی منو دیگه نمیبینه منو دیگه نمیبینی منو دیگه نمیبینی منو نمیبینی منو نجاتم دادی فرشته بودی توی شرایط بد زندگیم با آتیش سعی تو بهش بمونی فکر نمی کردم نرسیم به نقشه که با حتی ته فیلم برم اونا نمیدونن چی میخوان از زندگی ولی این که نرسن ته خط شد نه عشق همینه بهترین سن بهترین لحظه بهترین است ولی بر نمیگردن حیف نمیدونم شاید بچگی کردم من با تو فردامو خواب دیدم خندت دردامو آب میکرد من با تو زندگی ساختم نمیتونی بهم بگی باختم دیگه نمیبینه منو دیگه نمیبینی منو دیگه نمیبینه منو دیگه نمیبینی منو شاید بهتر نرسیم وقتی مسیر پیش رومون پیچ و مه بودش شاید بهتر نرسیم پس اون روزا و خاطرات چی شدش کوشش شاید بهتر نرسیم فکر نمی کردم یه روز بگذره همه چی شد دلت دیگه نکشی دلت میره برای کی
خب بریم سراغ اووردوز 2. بریم. آلبوم با آهنگ حسین شروع میشه، خط کشیدن با همراهی کنیس. به نظر من ترکیب خیلی خوبی از آب در اومده. عادت کرده بودیم صدای حسین رو کنار بیگرز بشنویم معمولاً، اما این تنوع خوبی شده. آهنگ دوم شیر یا خط از صادق و سوگند. نمیدونم این سلیقه شخصی منه یا واقعا صادق به تکرار رسیده. خوب بنویسه اما موضوع و فلوش خیلی به گوشم تکراری و شبیه به کارهای دیگه‌اش اومد. اسم سوگند هم به عنوان آرتیست قبل از انتشار آلبوم اعلام شده بود، اما متاسفانه شنیدیم که فقط کورس این آهنگو خونده. درسته که خیلی خوب از پس این کار بر اومده، اما به نظرم سوگند خیلی بیشتر از این حرف هست که فقط یه کورس خون باشه. خیلی دوست دارم ازش ورس رپ بشنوم، یا اگه قرار آرندبی یا هر چی بخونه ورس داشته باشه. کورس رو که هر مبتدی شاید بتونه بخونه. قبول داری؟ آره. برخلاف صادق اما لیتو توی این آلبوم با آهنگ میرم براش با یه فلو نو حاضر شده. ملودیک هم میخونه توی این کار و کورسش رو هم خودش به خوبی اجرا کرده. کلا رپر رو به رشدیه. مرژاک چک کرد با آهنگ من دارم میام. به قول جی جی ورس 2-3 که بوم بوم بوم. امیدوارم همینجوری ادامه بده. یا آرتیست رو به رشد دیگه این روزها کنیسه که هم خوب میخونه و هم خوب آهنگ میسازه. در این آلبوم هم با آهنگ من کیم حضور داره. آهنگ 100 از سیمو رو هم من شخصا خیلی باهاش حال کردم، مخصوصا با فلوش و جوری که طول آهنگ فلو عوض میکنه. من که از این به بعد پیگیر کاراش میشم، ولی خب توقع رو برده بالا. آهنگ تنگی نفس از شایع با تمی فوق غمناک. آهنگ واقعا از همه لحاظ خوبه. تنها نقد من به فضای غمگینشه. چرا آخه با ما این کارو میکنی برادر؟ اون دیالوگای وسطش که دیگه نگو، نابود میکنه لامصب. نکن داداش، دم عید ملت غم به اندازه کافی دارن. قله عرفان هم غمگین بود ولی خب خیلی خودش بود. آره، یه جورایی منو برد به عرفان از خانه تا گور. کلن چسبید. داراکی هم که داره تو پایدار میتازونه. مسلک هم آهنگ هنوز هستم رو توی آلبوم داره و متریک آهنگ بکوب. سپر خلصه توی این آلبوم با آهنگ جوش شیرین درهای تازه‌ای در دنیای لش بودن رو به روی ما گشود. اما اگر خیلی دقیق بشی توی شعرش حرفای جالبی میزنه توی این کار. سیاوش راد سپهر رو همراهی کرده. آهنگ بدخط از شاکی و همه جوره از حامد خیری هم از دیگر آهنگ‌های این آلبوم هستن. و نهایتاً ته خط از ام جی. این آهنگ هم یکم غمناکه و یه جورایی به فضای کل آلبوم نزدیکه. یه انتقاد کوچیک بکنم به آرت ورک یا کاور فوتوی آلبوم. به نظرم مناسب نبود. شما این همه ستاره رو دور هم جمع کردی اما هیچ نشونی ازشون توی کار نیست. کلا خیلی ساده است و بیشتر روی مفهوم اووردوز تمرکز داره تا هر چیز دیگه‌ای. روی کاور فوتو و زیر اسم آلبوم اگر دقت کنید نوشته پرودیوسر امید هنرور. تا اونجایی که من سوادم میکشه آقا، پرودیوسر به کسی میگن که از لحاظ موزیک آلبوم رو تهیه کرده. مثلا آلبوم سرمایه که مهرات هیدن اونو تهیه کرده، اما در این مورد باید نوشته میشد اکزیکیوتیو پرودیوسر، یعنی تهیه کننده اجرایی. مثلا آهنگایی که از لیبل آونگ منتشر میشن رو اگر نگاه کنید نوشته اکزیکیوتیو پرودیوسر آرمین هاشمی. نکته آخر در مورد آلبوم این که به نظرم جای پیشرو خیلی خالی بود توی این آلبوم. دلم میخواد نظر شما رو هم بدونم. لطفاً از طریق کامنت یا وایس در تلگرام به ما بگید. به نظر شما جای کی توی آلبوم اووردوز 2 خالی بود و از نظر شما نقاط ضعف این آلبوم چیا هستن؟ وایس هاتون رو میتونین به تلگرام MXMTZ بفرستین، ولی لطفاً زیر 1 دقیقه باشه که بتونیم پخش کنیم. دیگه به آخر قسمت 8 رسیدیم و باید کم کم برنامه رو جمع و جور کنیم. با تشکر ویژه از رسانه رپ فارسی برای پخش اختصاصی این پادکست. لطفاً از طریق تلگرام و اینستاگرام رپ باز به آدرس رپ باز پادکست RAPBUZZPODCAST با من و روژین و این برنامه در ارتباط باشید. به میمنت آزادی رضا پیشرو موسیقی پایانی این هفته آهنگ برای رپ از پیشرو و تتلو هست. امیدوارم گوش بدید و لذت ببرید. ممنون که تا این لحظه با من و روژین همراه بودید. شب و روزتون خوش. شب و روزتون خوش. عذاب زندگی با آدمای کثیف روزگار، امید داشتن اراده قوی و موندگار. حالا دلیل انفجار
که من چرا اینجام. از وقتی شروع شد که من خواستم به دنیا بیام. خاطرات بد و تلخ و طولانی همیشگی، ارتباط کم و سخت با مردمم همیشه نی. بهم کمک کردن آدمای ظاهرم مهربون، ولی بعد زندگی فهمیدم خاطرن از درون. اونا دوستای من بودن که بنزین ریختن رو تنم، چون فکر میکردم من یه دونه کبریت روشنم. دوری از پدر مادری که هر کدومشون یه جان، باید حق زندگی ما از کدومشون بخوام. قدم برداشتم به تنهایی از بچگی آسونی، چشمای من همیشه بود از بردگی بارونی. من تمام زمان بچگیمو باختم، ولی با کوه و عقده هام زندگیمو ساختم. برای رم سموم شب بیداری واسه محبوب شدم. میدونی من دیوونشم، پس دیگه به هم سرکوب نزن. برای رم تموم شب بیداری واسه محبوب شدم. میدونی من دیوونشم، پس دیگه به هم سرکوب نزن. وقتی شروع شد که خواستم یه نامه رو بنویسم، وقتی دست و پام بهم میگفتم مال تو نیستم. نمیدونستم مقدر رو چجوری بکنم بیان. روح مرده میگفت بازنده میشه بچه طلا. طعم تلخ خاطرات، رویایی پر از عذاب، چیزایی که واسه داشتنشون گذاشتم به قاب. آسمون من هنوزم یه ستاره روشنه، بهم میگه برو جلو واسادم بالا سره. مردممو بذار هرچی دوست دارم با سرم بگم. روزی میشه واسه دیدنم عمری منتظر بشم. چه شبایی بیداری واسه آزادی رفت، اما بی توجهی که تو سر قافیه زد. حتی یه نفرم نشده پشتوانه من، همیشه فکر میکردم میخورم به مانع کم. همه ما مسیرمون رو سخت ادامه میدادیم، اونقدر گرم کاریم که حتی بی اراده میخوابیم. برای رم سموم شب بیداری واسه محبوب شدم. میدونی من دیوونشم، پس دیگه به هم سرکوب نزن. برای رم تموم شب بیداری واسه محبوب شدم. میدونی من دیوونشم، پس دیگه به هم سرکوب نزن. عبور از پل غرور وجود دوروی آدم ها، راهنما نداشتم و جنگیدم با زمان. تا الان انتقام نمیگیرم و رو پام نمیشینم تا حتی روزامم بگذره کوتاه. خیلی از رفقا پر محتوا کردن زندگی منو، که بی متقا چشمای من کشیدش نگی شب. باره ی آتیش که توش میسوزم و آینده رو با چشم باز میسازم همه حکایتمو. واسه یه رویای دنیای پر از شادی من، اون روزه که من دیگه نمیارم قافیه کم. برنامه های من نیست واسه آتی کم، واسه یه همینم خیلی زوده از بازی برم. حالا که موندم و موندگار میمونم تا قیامت، اسممو بزرگ نگر میدارم با زیافت. چند تو این راه خیلی داره ریاضت، ولی این بازی رو تموم میکنم واسه مجد. برای رم سموم شب بیداری واسه محبوب شدم. میدونی من دیوونشم، پس دیگه به هم سرکوب نزن. برای رم تموم شب بیداری واسه محبوب شدم.